امروز میخوایم ببینیم چگونه یک کارآگاه بشیم. مطمئنا همه ما تو بچگی دوست داشتیم که کارآگاه بشیم، مثل کارآگاه گجت. آخه این کودک درون ما رو ول نمیکنه که. کارآگاه شدن اصول داره که من از یک روح دعوت میکنم تا در موضوع کارآگاه شدن به من کمک کنه. یک کارآگاه نباید حواس پرت باشه و همیشه آماده و قبراق باشه. یک کارآگاه نباید ترسو باشه و همیشه بره به دل ترس. یک کارآگاه باید مو رو از ماست بکشه بیرون و در کنار همه اینا باید باهوش هم باشه. برای چند تا معمای قتل آوردم ببینیم چی کار میکنی. معمای شماره 1. واسه یکی از اصولم اینه که بتونی معما حل کنی. آقای گرین ظهر پنجشنبه در خانه خود به قتل رسید. در زمان قتل 5 نفر در خانه بودند. همسر آقای گرین، باغبان، سرپرست، پیشخدمت و آشپز شخصی خانه. خدمتکار شخصی او 5 نفر میگه 6 نفر. کارآگاه از افراد حاضر در آن خانه پرسید که در روز قتل مشغول چه کاری بودند. خانم گرین گفت مشغول چک کردن تلفن همراهش در حالی که روی مبل نشسته بوده است. آشپز گفت که شام آقای گرین را آماده می‌کرد. سرپرست و پیشخدمت‌ها گفتند که به خدمتکاران در اتاق نشیمن برای تمیزکاری خانه دستور داده بودند. خدمتکار گفت که مشغول شستن ظرف‌ها بوده. باغبان گفت که مشغول کاشتن و آبیاری گل‌های جدید بوده. بعد از این مکالمه کارآگاه قاتل را دستگیر کرد. به نظر شما چه کسی قاتل بوده؟ دقیقه الان من فکر کردم یک آشپز شخصی چرا؟ آشپز در حال شام آماده کردن بوده، در حال این ظهر بوده. دوم به خدمتکار شخصی چون داشته ظرف می‌شسته در حالی که هنوز چیزی آماده نشده بود، داشته آشپز داشته می‌پخته. و سوم پیش خدمتکار چون خدمتکار داشته ظرف می‌شسته، چیزی به کی دست داده الان؟ نه جواب کاملا نمیشه. وایسا الان مظنون خدمتکار شخصیه. چرا؟ چون خدمتکار شخصی چرا باید ظرف بشوره؟ جوابش اینه. شاید ظرف داشته باشه. نه خب چرا باید ظرف داشته باشه وقتی آشپز داره نهار آماده شام آماده میکنه؟ الان جواب چیه؟ قاتل سرپرست‌ها و پیشخدمت‌ها هستند چون هنگام قتل فقط 5 نفر در خانه بوده، اما او گفته مشغول دستور دادن به خدمتکارها بوده. دقت من به این مضمون شده بودم.